به عنوان یه حسابدار حرفه‌ای بیا یه بار واسه همیشه انواع مالیات رو خوب و درست یادش بگیریم. بچه‌ها این قانون مالیاتی که داریم راجبش صحبت می‌کنیم خودش به 3 بخش اصلی تقسیم میشه. یکی قانون مالیات‌های مستقیمه، یکی قانون مالیات بر ارزش افزوده است، یکی هم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه معدیانه. اینا قوانین اصلی مالیاتن. حالا کنار اینا یه سری قوانین فرعی هم وجود داره. احکام مالیاتی داخلشه، یعنی قوانین دیگه ای هستن ولی داخلشون اومده در خصوص موارد مالیاتی هم صحبت کرده و دقیقاً مثل قانون برامون عمل میکنن. قوانینی مثل قانون بودجه، مثل قانون 5 ساله توسعه، مثل قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه. تو این قوانین هم احکام مالیاتی اومده که در حکم قانون مالیاتی واسه ما عمل میکنن. حالا این بین یه سری مقررات مالیاتی هم هستش که توی بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌های اجرایی توی این چنین موارد میادش که اینها هم در چارچوب قانون واسه ما عمل میکنن. اگه میخوای قوانین و مقررات مالیاتی و 0 تا 100 یادش بگیری حتما پیج منو فالو کن.